آقا سلام، چاکر رفقا. عرض به خدمت شما، من فکر کنم یه تخلفی تو اینستاگرام کردم. پیج منو فعلا ساسپند کرده، زده 180 روز، ولی الان یکی دو تا دوستام دارن درست میکنن. این گوشی که الان دارم باش فیلم میگیرم گوشی آقا مهدیه. من آقا مهدی با هم اینجا کار میکنیم، اونم نمایشگاه ماست، ولی اینجا معمولیه دیگه، زیاد با کلاس و اینا نیست، مثل خودمه، قرقیه. این ویدیو رو الان میگیرم، سیو میکنم، میفرستم اسپانیا واسه هاجارش میذاره تو پیجش، چون رفیقای من حاجی گوشی منو گاییدن. یعنی چی شد توی قلب من این آقایون ترک باشین. اگر من 2 ماه دیگه هم نشد برگردم، ترک باشین. چی میگه؟ آره، ولی من سعی میکنم بیام دیگه. تو قلب من هست، اینجوری خودتون رو سرگرم کنین تا عقاب تکبر برگرده. مهدی جان، از چیزی از جا گذاشته باشم؟ نه، فدای شما. فدای من، فدای تو، فدای واجی.